الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. دوستان عزیز و ارجمند، هر کجا هستید خدمت شما بزرگواران عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که الله متعال طاعات و عبادات همه من شما را به درگاه خودش بپذیرد. سلام. خانم باردار باید به اندازه 2 نفر فطر روزه بدهد؟ منظورتان این است که آیا برای جنینی که بسیار در شکم هست آیا صدقه فطر لازم هست؟ نه، چنین چیزی لازم نیست. فقط برای خودش بدهد. زنی که باردار هست تنها بر خودش صدقه فطر لازم هست و بر بچه‌ای که در شکم دارد تا زمانی که به دنیا نیامده باشد صدقه فطر واجب نیست. اگر خودش از طرف خودش به عنوان نفلی و به عنوان یک کار خیر و کمک به فقرا این کار را انجام داد اشکالی ندارد، اما از نظر شرعی واجب نیست. کسی که مسافر هست روزهش را بخورد جایز هست؟ بله، اگر که نیاز داره به این که روزهش را بخوره، از سفر یک مقداری برایش مشقت و سختی دارد، از نظر شرعی جایز هست، میتواند روزه را بخورد، نه اینکه روزهش خود به خود میشکند. میتواند روزهش را بخورد، روزه نگیرد و بعد از رمضان به تعداد روزه هایی که روزه نگرفته باید دوباره قضا بیاورد. نماز خواندن با لاک گناه هست؟ ببینید، شریعت اسلامی یک سری قواعد به اصطلاح غیر قابل تغییری دارد. اینا قابل تغییر نیست در هیچ زمان و در هیچ مکانی و من جمله اینها کیفیت وضو گرفتن و غسل کردن هست. تعریفی که برای وضو آمده در شریعت اسلامی این است که تمام اعضایی که به عنوان اعضای وضو هستند، دست و صورت و پا باید کاملا شسته بشوند و سر مس بشود. اگر هر قسمتی از این اندام در هنگام وضو خشک بماند وضو صحیح نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفری دیدند که بعضی از اصحاب وقتی که وضو گرفته بودند هوا هم سرد بود، از دور یک قسمتی از پشت پایشان، کوزخ پایشان، پاشنه پایشان مشخص بود که اینجا را آب نگرفته، سفید بود، می درخشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ویل للعقاب من النار، فرمودند بروید دوباره وضو بگیرید. پس بنابراین اگر هر جایی از اعضای وضو به هر دلیلی خشک بماند و یک لایه‌ای بر آن باشد، لاکی باشد یا مثلا مواردی از این قبیل باشد که یک جرم و لایه اضافی دارند و انسان وقتی که وضو بگیرد با این حالت وضویش کامل نیست، غسلش هم کامل نیست. و یکی از شرایط صحت نماز این است که حتما انسان باید وضو داشته باشد، طهارت داشته باشد. با وجود لاک طهارت و وضو کامل نیست، پس بنابراین نماز هم صحیح نخواهد بود. خواستن طفل پسر از خداوند گناه دارد؟ نه، هیچ گناهی ندارد. این که انسان از الله متعال یک چیز خاصی را بخواد، فرزند پسر بخواد، فرزند دختر بخواد، هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. حضرت زکریا علیه السلام فرزند پسر خواست از الله متعال و هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. در روایت اومده که هر چیزی را که لازم دارید از الله متعال به اصطلاح بخواهید. حتی از سلف نقل شده که حتی بعضی از اونها وقتی که نمک خانهشون هم کم میشد، نمک نبود تو خانهشون، دعا میکردن خدای من نمک ندارم به من نمک بده. یعنی هر چیزی را که در زندگی شما نیاز دارید و دلتان میخواهد میتوانید که دعا بکنید. هیچ گونه ممنوعیت شرعی در این زمینه وجود ندارد. مگر دین اسلام کامل ترین دین نیست؟ پس سنی و شیعه قضیهش چیست؟ ببینید، در این که دین اسلام کامل ترین دین هست در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. مذاهبی که در اسلام به وجود آمده، این مذاهب هیچ کدام از این مذاهب به صورت تنهایی نماینده اسلام و اسلام کامل نیست.
هیچ کدام از اینها نمیتواند که ادعا بکند که اسلام کامل فقط و فقط در این مذهب هست، مذاهب دیگر، مجتهدین دیگر به اصطلاح اصلا اعتباری نداشته باشند. نه، چون این نیست. این اختلافات فقهی که وجود دارد در میان مجتهدین، اعم از مجتهدین اهل سنت یا شیعه، این یک امر کاملا طبیعی هست. این در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشته های متفاوتی از برخی از دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام می گرفت و این کاملا طبیعی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع نکردند. دین اسلام خودش به تنهایی خودش کامل هست، اما هیچ مذهبی از این مذاهب را ما نمیتوانیم بگوییم که دین کامل و نماینده تمام عیار اسلام فلان مذهب هست. پس بنابراین هیچ وقت مذهب را جای دین نگذاریم. مذهب اجتهادات علما و مجتهدین هست و دین آن چیزی که الله و رسول فرمودند و هیچ گونه خلل و نقصی در دین اسلام وجود ندارد. آیا ادکلون در رمضان بزنیم روزهمون باطل می شود؟ نه، استفاده کردن از عطر و ادکلون حتی اگر که به اصطلاح موادی داشته باشد، الکل داشته باشد، از نظر شرعی این اشکالی ندارد. استفاده کردن از آن جایز هست و شکننده روزه هم محسوب نمی شود. آیا کسی که دردی بر او عارض شده می تواند روزه‌اش را بشکند؟ اگر درد به گونه‌ای هست که مجبور هست که حتما به اصطلاح یعنی رفع نمیشه و نمیتواند اون رو تحمل بکند، مجبور هست که به طور مثال مسکنی استفاده بکند، در این صورت اشکالی ندارد. هر کسی که دردی دارد، بیماری دارد و میداند که اگر روزه بگیرد یا روزش را نشکند، این بیماری و این درد ادامه خواهد داشت، دردش بیشتر می شود یا ادامه پیدا می کند، در این صورت از نظر شرعی جایز هست که چون این فردی روزه خودش را بشکند و بعد از رمضان یک روز دیگر به جایش روزه بگیرد. اگر همسر فردی خودکشی کند، می تواند خانواده همسر از خانواده شوهر مهریه بگیرد؟ بحث مهریه یک چیزی هست که بر ذمه شوهر واجب هست به مجرد عقد و این که به اصطلاح عروسی کردن، به اصطلاح این مهریه برگردن شوهر واجب هست. حالا این شوهر خودکشی کرده باشد یا خودش بمیرد یا زنده باشد، در هر صورت بر خود شوهر در صورتی که زنده هست واجب هست که هر زمانی که همسرش زنش مهریش را خواست، در حد توان خودش باید مهریه را پرداخت بکند. بعد از وفات شوهر، چه خودکشی کرده باشد، چه به مرگ طبیعی وفات کرده باشد یا در سانحه‌ای از دنیا رفته باشد، در هر صورت این مهریه برگردنش لازم هست. ابتدا قبل از این که میراثش را تقسیم بکنند باید مهریه زن را جدا بکنند، مهریه زن را باید بپردازند، باقی مانده هر چی که بعد از مهریه ماند دوباره اون بر اساس همون تقسیمات و به اصطلاح سهم‌های میراث باید در میان وارثانش تقسیم بکنند. و اگر بالفرض هیچ چیزی که نداشته باشد، این یک قرضی هست، وامی هست برگردن شوهر و اولیاء شوهر، ولی شوهر پدر و مادرش یا ولیش هر کسی باشد، برادرش، عموش، هر کسی که هست باید که این به اصطلاح قرضش را ادا بکنند و حق همسر را، زنش را باید بدهند. سلام، کسی که در حال وضو گرفتن است آیا با باد معده باید وضو را از نو شروع کند؟ بله، هر کسی که در حالت وضو گرفتن در وسط وضو اگر به هر دلیلی وضوی شکست، اون قسمتی از وضو که گذشته اون دیگه باطل شده. به طور مثال یک فردی دستهایش را شسته بود، صورتش را شسته بود، پا رو هنوز نشسته بود، دوباره وضویش باطل شد.
بادی از شکمش خارج شد یا به هر دلیل دیگری وضو باطل شد، حکمش این است که وضو باطل شده، باید از سر نو وضو بگیرند. اما غسل این گونه نیست. غسل با اینکه در وسط غسل کردن اگر کسی وضویش بشکند غسلش باطل نمی شود. این به اصطلاح جز شکننده های وضو هست، جز شکننده های غسل حساب نمی شود. آیا زمینی که پدر به فرزند واگذار کرده جزء ورثه تعلق میگیرد؟ منظورتان این است که پدر در زندگی خودش یک به اصطلاح مالی را به فرزند خودش داده، آیا این جزء ورثه تعلق میگیرد؟ اگر منظورتون این است که آن مال جزء ورثه تقسیم به اصطلاح قرار میگیرد، جزء ارث تقسیم قرار میگیرد، نه، این گونه نیست. اگر پدری در حیات خودش به فرزند خودش یا به فرزندان خودش یک چیزی را بخشیده بود بنابر ضرورتی و اون فرزند این را تحویل گرفته بود و همه میدانند که این مال را، زمین را مثلا پدر داده به فلان فرزندش، این زمین بعد از وفات پدر جزء میراث قرار نمیگیرد. اما خود این فرزندی که در زمان حیات خودش، در زمان حیات پدر یک چیزی را دریافت کرده بود، اون یک بخشش هست، سهمیش از میراث نیست. بعد از این که پدر وفات بکند تمام وارثانی که وجود دارند همه در میراث سهم دارند، چه پدر در زمان خودش به آنها چیزی بخشیده باشد یا بخشیده نباشد، بعد از وفات همه در میراث شریک هستند. تعریف ارث و میراث این است که مالی که بعد از وفات یک انسانی باقی میماند. قبل از این که انسان وفات بکند مالش میراث نیست، جزء به اصطلاح ارث حساب نمی شود، اختیار خودش را دارد که مالش را کجا مصرف بکند. منتها در دادن هدیه و تحفه به فرزندان باید عدالت را رعایت بکند. نقاشی کشیدن بچه ها در مدرسه مشکلی دارد؟ نه، صرفا به اصطلاح نقاشی هایی که به اصطلاح نقاشی های بچگانه هست و خود بچه اساسا در واقع مکلف نیست، اینا اشکال شرعی ندارد و فرزند و بچه‌ای که در مدرسه است مؤاخذه نمی شود. منتها رسول الله صلی الله علیه و سلم از به تصویر کشیدن به اصطلاح حیوانات و موجودات جاندار و زنده رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی فرمودند و ما می‌دانیم که اساس تقدس گرایی و اساس شرک حتی از روی همین تصاویر بوده. شریعت اسلامی برای سد ذریعه، برای اینکه به اصطلاح تصویری مورد قداست قرار نگیرد و به اصطلاح منجر به تعظیم و تبرک نشود، شریعت اسلامی به صورت کلی به تصویر کشیدن موجودات زنده را حرام اعلام کرده. از بینیم خون می آمد، یک لحظه سرم را بالا گرفتم که خون روی لباس نریزد، متوجه شدم خون به داخل بدن و چه بسا معده رفت. آیا خون خود بدن به روزه خدشه‌ای وارد می کند؟ نه، در این صورت از نظر شرعی شما روزهتون نشکسته. اون چیزی که شما متوجه نشدید، یعنی در اختیار شما نیست و عمدن شما چیزی رو فرو نبردید، چه از طریق خود بینید برگشت بخوره به معده برود، یا اینکه مثلا متوجه نشدید کسی مثلا دندان و لثه‌اش خون آمده بود، مثلا متوجه نشده بود اینو فرو برد، در این صورت از نظر شرعی روزه شما صحیح هست و جز شکننده های روزه شمرده نمی شود. آیا با خوابیدن وضوء من باطل می شود؟ بله، خوابیدنی که شما به صورت کلی به اصطلاح خواب کامل رفتید، به گونه‌ای که دوربرتون احساس نمی‌کنید، صدای مردم را نمی‌شنوید، این جزء شکننده های وضو هست. جمهور علما نظرشون بر این است که این جزء شکننده های وضو هست. اما اگر خوابی هست که خیلی خواب سبکی هست، یک چرتی زدید، نشسته بودید یا در حالتی خواب رفتید که مطمئناً به اصطلاح وضویتان نشکسته باشه، در حالت نشسته و محکم نشسته بودید، در این صورت هم جزء شکننده های
وضو شمرده نمی شود. اما خوابی که انسان به پهلو خوابیده باشد، دراز کشیده خوابیده باشد و کاملا خواب برود، این جزء شکننده های وضو حساب می شود. میشه مسواک بزنیم روزه بود در حالت روزه؟ بله، اشکالی ندارد. در حالت روزه مسواک زدن اهم از مسواک چوبی و سنتی یا مسواک با خمیر دندان از نظر شرعی هیچ گونه مشکلی ندارد و کاملا جایز هست. اگر طرف وصیت کند که بعد مرگش نماز و روزه های قضاییش برایش بگیرند جایز هست یا نه؟ ببینید، نماز و روزه جز عباداتی هستند که هر کسی برای خودش انجام بدهد. هر کسی برای خودش انجام بدهد. در اصل در عبادات نیابت نیست، مگر که به اصطلاح استثنایی در این صورت وجود داشته باشد که به طور مثال یک فردی از دنیا رفته، حج و عمره انجام نداده، وارثانش به جایش حج و عمره انجام بدهند. یا در روایتی آمده که اگر کسی وفات کرد و روزه‌ای برگردنش بود، نتوانسته بود روزه بگیرند، روایت حضرت عایشه هست، جایز هست که ولیش یعنی بازماندگانش به جایش روزه بگیرند یا فدیه بدهند. اما در مورد نماز چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده که اگر کسی وفات کرد نمازی برگردنش بود دیگران باید به جایش نماز بخوانند. نه، چنین چیزی از رسول الله ثابت نیست. اما اگر روزه‌ای برگردنش بود، بله، در این صورت وارثانش می توانند که به جایش روزه بگیرند، چه وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد. با یک غسل زیر آب دوش چند تا غسل میشه انجام داد؟ 100 تا غسل هم میشه انجام داد. یعنی 100 تا جنابت هم اگر کسی داشته باشد با یک غسل تمام میشه. از زمان قدیم میگویند که خصوصا افرادی که به اصطلاح در بیابان نشین بودند، آب مثلا کم بوده، جایی که مثلا چادر زده بودند آب نبوده برای اینکه غسل بکنن، هر وقتی که جنابتشون بر به اصطلاح یک جنابتی برایشون حاصل میشد، یک تنابی ریسمانی رو یک گره میزدند. به طور مثال 10 تا 20 تا گره بود تا وقتی که میرسیدن به سر آبی، در اونجا به تعداد همین گره هایی که زده بودند دوباره غسل میکردند. نه، این یک تصور به اصطلاح عامیانه هست و در شریعت اسلامی هیچ گونه اصلی نداره. اصل در شریعت اسلامی این است که هر چند که انسان به اصطلاح جنابت داشته باشه، فرض کنیم یه خانمی هم جنوب هست و هم این که عادت ماهیانه‌اش تمام شده، 2 تا غسل هست، یعنی 2 موجب هست از موجبات غسل، همون یک غسل کافی هست. یک مردی فرض کنیم که چندین موجبات غسل، یعنی چندین بار فرض کنیم که همبستری کرده یا احتلام شده پشت سر هم و غسل نکرده، الان همون یک غسلی بکند، یک بار تمام بدنش را بشوید، برای تمام این موارد کفایت می کند. زنی که شوهرش طلاقش داده، یک طلاق واقع شده، می توانند دوباره عقد نکاح بکنند همون شوهر قبلی؟ بله، اگر یک طلاق داده، در صورتی که یک طلاق داده باشد، این یک طلاق طلاق رجعی هست، به این معنی که شوهر حق دارد که تا 3 عادت ماهیانه دوباره پشیمان بشوند و زن و شوهر با همدیگر دوباره به توافق برسند و زندگی خودشان را شروع بکنند. نه نیازی به نکاح هست و نه نیازی به مهر جدید هست. بعد از گذشت 3 ماه و دقیقاً بعد از گذشت 3 عادت ماهیانه، این طلاق در واقع طلاق قطعی می شود. بعد از این که 3 ماه گذشت، این زن اختیار دارد که ازدواج بکند با هر کسی که دلش خواست. اگر میخواست شوهر دیگر بکند هم جایز هست و اگر خواست که با شوهر اولش ازدواج بکند، باز هم از نظر شرعی مانعی وجود ندارد. میتواند که با مهریه جدید و عقد جدید دوباره با این زن و شوهر قبلی دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند، هیچ گونه ممنوعیتی وجود ندارد. این در مورد طلاق اول و طلاق دوم هست، اما طلاق سوم این گونه نیست. کرم شیر اولاغ حرام هست یا خیر؟ اینو پست گذاشتیم و به صورت کامل توضیح دادم، لطف بکنید ببینید. اگر باز هم براتون اشکالی بود دوباره خدمت شما توضیح میدم.
آیا دعای جادو و طلسم واقعا وجود دارد؟ بله، جادو، سحر و جادو و طلسم یک واقعیتی هست که بوده، در زمان گذشته بوده، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زمان حضرت موسی، در زمان حضرت عیسی علیه السلام، در زمان سلیمان بوده. از قدیم الایام سحر وجود داشته، امروز هم سحر وجود دارد، یک واقعیت هست. قرآن و حدیث از آن سخن گفته، تجربه انسانها چه مسلمان و غیر مسلمان از این سخن گفتند و یک واقعیتی هست که سحر می تواند انسان را بیمار بکند، می تواند انسان را فلج بکند، حتی می تواند انسان را به اصطلاح بکشد. این عوارض سحر واقعی و طبیعی هست، اما بهترین پیشگیری برای این که انسان از سحر و جادوگری در حفاظت باشد، بهترین موردش تلاوت سوره بقره هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ساحران نمیتوانند یارای مقاومت با سوره بقره را ندارند و همچنین خواندن سوره های فلق و ناس که معوذتین نامیده میشوند. این انسان بعد از هر نماز، هر صبح و شام و قبل از خواب اینها را بخواند، انشالله این بهترین درمان و پیشگیری از سحر و جادوست. آیا خوردن و آشامیدن در پایان سحری در وقت احتیاطی روزه را باطل می کند؟ برای پایان سحر الله متعال یک معیاری رو برای ما مشخص کرده و معیارش اطمینان حاصل کردن از طلوع فجر صادق هست. طلوع فجر صادق، ما 2 تا فجر داریم. یک فجری هست به عنوان فجر کاذب هست که به اصطلاح عمودی هست، این معیار نیست. این فجر کاذب هست که در افق به اصطلاح به صورت ستونی و به صورت عمودی ظاهر می شود. فجر صادق فجری هست که تمام افق را فرا می گیرد و به صورت به اصطلاح افقی هست. این فجر صادق هست. معیار پایان سحر همون چیزی هست که در قرآن کریم بیان شده و آن فجر صادق هست. الله متعال میفرماد و کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بخورید و بیاشامید تا زمانی که رشته سفید فجر از پرده سیاه شب برای شما نمایان بشود. یعنی این که اطمینان حاصل بکنید، نه این که شک داشته باشید، متردد باشید، نه، این ملاک نیست. تا زمانی که مطمئن شوید که فجر دمیده بخورید و بیاشامید. این معیاری هست که الله متعال برای پایان سحر قرار داده. اما این چیزی که الان در بسیاری از جاها به عنوان وقت احتیاطی در نظر گرفته شده، الان در بعضی جاها مثلا 10 دقیقه یا ربع ساعت یا شاید کمتر و بیشتر، این نه در قرآن ما به این امر شدیم و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این اثری دارد و هیچ گونه دلیلی در قرآن و حدیث چون این احتیاط در واقع ندارد. قرآن همین آیه هست که خدمت شما عرض کردم که الله متعال میفرماید تا زمانی که مطمئن شدید و اطمینان حاصل نکردید به اصطلاح از طلوع فجر بخورید و بیاشامید. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم چنین احتیاطی را نمی‌کردند. روایات متعددی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، من جمله روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه است که از ایشان سوال کردند که در میان سحری خوردن رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقامه نماز و شروع شدن نماز فجر چه اندازه بود؟ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمودند که به اندازه این که انسان 50 آیه یا 60 آیه را در واقع بخواند و روایتش دقیقاً به این جمله آمده که کم کان بین فراقهما من سحورهما و دخولهما فی الصلاة. داستان سحری خوردن زید بن ثابت با رسول الله صلی الله علیه وسلم که انس میگوید که از زمانی که سحری رو تمام کردن تا وقتی که نماز شروع شد داخل نماز شدن حدود 50-60 آیه بود. 50-60 آیه رو معمولا انسان در 10 دقیقه یا ربع ساعت میتواند که در واقع بخواند. حتی در روایت نسائی، خود همین
همین روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفتند که فردا روزه میگیریم و یک کسی رو نگاه بکن که من یک چیزی هست برای سحری بیار و نگاه کن، اگر کسی هست صداش بزن که با هم سحری بخوریم. میگه من دیدم که زید بن ثابت هست، اون صدا کردن، آمدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم سحری خوردن. جملهش این است که فرمود که حضرت انس میگه که فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج الى الصلاه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم با زید بن ثابت سحری خورد و بعدش بلند شد 2 رکعت نماز سنت فجر را خواند و بعد رفتن به طرف مسجد. هیچ گونه فاصله وقتی به عنوان وقت احتیاطی در اینجا در نظر گرفته نشده و رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر نماندند. حتی از عمل خود اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، روایات متعدد و آثار متعددی هست که هیچ گونه وقت احتیاطی رو در نظر نمی گرفتند. حتی در مورد عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه آمده در مصنف ابن ابی شیبه و بقیه بزرگواران اصحاب که یک روز ایشان دلوی آب زمزمی رو در دست گرفته بودند، 2 نفر اونجا در کنارش بودند، گفتند که نگاه کنید آیا فجر دمیده یا اینکه ندمیده. یک از اونها گفت که بله فجر دمیده، الان وقت صبحه. نفر دوم گفت که نه فجر ندمیده. یعنی با همدیگر اختلاف داشتند، شک وجود داشت که فجر دمیده یا ندمیده، اما یقینی وجود نداشت. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه این دلو رو برداشتند و از آبش کاملا نوشیدند. همین قضیه برای حضرت ابوبکر صدیق هم نقل شده، دقیقاً همچنین موردی. و در محضر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یکی سوال کرد که آیا اگر شک داشتیم که فجر دمیده آیا بخوریم و چیزی بخوریم یا اینکه نخوریم، اگر شک داشتیم که آیا صبح شده یا نشده. یکی از حاضران در مجلس گفت که نه، وقتی که شک دارید دیگه نباید بخورید. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه گفت که نه، برعکس، این جواب تو اشتباهه، بخورید و بیاشامید تا زمانی که شک دارید بخورید تا آنگاه که شکتان تبدیل به یقین می شود. و این موردی هست که از الله و رسول و از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما نقل شده. نه اینکه اگر کسی در وقت احتیاطی چیزی بخورد یا بیاشامد روزش باطل است. نه، به هیچ عنوان روزش باطل نیست. اون چیزی که قرآن به ما دستور داده این است تا زمانی که شما مطمئن شدید که وقتی که مطمئن شدید که فجر دمیده، این پایان وقت سحر است. قبل از آن می توانید که بخورید و بیاشامید. میکاپ صورت حرامه؟ نه، حرام نیست. اگر کسی در دایره خانواده مثلا آرایش میکند، برای همسرش آرایش میکند و فرد نامحرمی نیست، از نظر شرعی هم آرایش و زینت اشکالی ندارد. و الله متعال ان الله جمیل یحب الجمال، الله متعال زیباست و زیبایی را میپذیرد. اما تبرج را، خودنمایی را، نشان دادن آرایش به دیگران را، جلب توجه افراد نامحرم، این یک موضوع کاملا جداگانه است. میشه تو دستشویی که روشویی قرار دارد میشه وضو گرفت؟ بله، هیچ گونه اشکالی ندارد. شما در دستشویی که روشویی در اونجا هست میتوانید وضو بگیرید، هیچ گونه مانعی در این زمینه وجود ندارد. خیلی میپرسند در حمام چی میشه وضو گرفت؟ بله، در حمام هم میشه وضو گرفت. بعضی میپرسند که آیا اگر که در حمام بودیم لباس تنمان نبود، برهنه بودیم، میشه وضو گرفت؟ بله، میشه وضو گرفت. هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود نداره. حتی اگر کسی به طور مثال در یک جایی بود که مطمئن هست، خصوصا به صورت دستشوی‌های امروزی، حتی روی سنگ دستشویی وقتی که شما وضو بگیرید، خب مشخصه که آب به اصطلاح میره داخل به اصطلاح فاضلاب، مسیر فاضلاب. حتی اگر کسی مجبور شد در یک جایی به طور مثال بر روی سنگ دستشویی هم وضو گرفت، از نظر شرعی وضوش درسته، هیچ ممانعتی وجود نداره. چه برسه به این که سنگ روشویی به طور مثال در دستشویی قرار داشته باشه. منتها انسان باید تا که ممکن هست سعی بکنه که وقتی که وضو میگیرد یا وقتی که قضای حاجت میکند، به اصطلاح بدنش یا لباسش اگر جایی هست برای این که مثلا لباسش کثیف بشود یا نجس بشود، باید که احتیاط را مراعات بکند. اگر متوجه باشی که وضو باطل است و بازم نماز بخوانی حکمش چیست؟
جایز نیست. وقتی که شما مطمئن شدی، یک کسی مطمئن شد که وضویش باطل هست، بعد از آن دیگه جایز نیست که نماز را ادامه بدهد. نمازش را به اصطلاح باید به اصطلاح بشکند، برود وضو بگیرد، دوباره نماز بخواند. اما اگر که به اصطلاح در یک جایی بود، مثلا فرض کنیم در یک مسجدی نماز تراویح و صفا هم به اصطلاح خیلی زیاده، نمیتونه که از همه صفا چی بکنه، مثلا در وسط نماز این اتفاق برایش افتاد و با امام تمام کرد، اون خب از همون لحظه دیگه نمازش باطل شده، از همون لحظه نمازش باطل شده. اما اگر که در ظاهر حرکات با امام هماهنگ بود، این اشکالی نداره. در این صورت نیتش نیت نماز خواندن نیست و بعد از آن باید برود وضو بگیرد، دوباره نماز خودش را اون باید به جا بیاورد. آوردن قاری برای به خانه که قرآن را ختم کند درست است؟ این که بعضی را یعنی اجاره بکنید که بیارید برای شما قرآن بخونند، برای مرده شما قرآن بخوانند، این بدعت هست. چنین بدعتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. این اصلی ندارد در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اگر قاری رو میارید که قرآن بخونه، شما نشستید گوش میکنید و میخواهید که قرآن یاد بگیرید، یکی میخونه دیگران خط میبرند یا چند نفر میخونند، هدفتون یاد گرفتن قرآن، مدارسه و مرور کردن قرآن هست، این سنت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سال در ماه مبارک رمضان قرآن را با حضرت جبرئیل علیه السلام مرور می‌کردند و گوش می‌کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر هدفتون تعلیم و تعلم هست، این اشکالی نداره. اما هدفتون اگر این است که یک مولایی را اجاره بکنید، بیادید در اونجا که به نام این که برای شما خط می‌خونده که ثوابش به شما برسد، این بدعت هست و از نظر شرعی هیچ گونه اصلی در دین ندارد. نماز قضا دارد مانند روزه؟ نمازی که در ماه رمضان یا غیر رمضان زنها وقتی که عادت ماهیانه هستند، چنین چیزی قضایی ندارد. نماز خانم ها در زمان عادت ماهیانه یا در زمان نفاس، خونریزی بعد از زایمان، نماز قضا ندارد، اما روزه قضا دارد. و حکمتش هم این است که روزه زیاد نیست. در طول سال می توانند اون چند روزی را، یک هفته زن به صورت مثال عادت ماهیانش هست، یک هفته رو می تواند در طول ماه به اصطلاح روزه بگیرد، هیچ گونه سختی و مشکلی نداره. اما مثلا نمازها خیلی زیاد هست، در هر روزی 5 نماز اینو بگیم که مثلا به اصطلاح قضا بیاره، این سخت است. منتها دلیل اصلیش این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فرمودن. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما امر میشد که روزه را قضا بیاوریم، اما نماز قضایی نداشت. آیا کوتاه کردن مو برای زنان حرام است؟ بله، حرام است. موی زن باید به اندازه‌ای بلند باشه که بعد از این که وفات کرد تمام بدنش را باید بپوشاند، وگرنه هیچ کفنی هم نمیتواند که بدنش را بپوشاند. من نمیدونم که چرا بسیاری از مردم اصرار دارند که رسومات قبیله‌ای و سلیقه‌های شخصی خودشان را به دین الهی وصله بزنند. نه عزیزان، در هیچ آیه‌ای از قرآن و در هیچ حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیامده که کوتاه کردن مو برای زن حرام یا مکروه باشد. اصلا و مطلقاً چنین چیزی وجود ندارد، بلکه برعکسش صحیح است.
برعکسش ثابت هست از رسول الله، از همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم، بنابر روایتی که در صحیح مسلم آمده از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل شده که همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از وفات ایشان موهای سرشان را کوتاه می‌کردند به اندازه‌ای که تا زیر گوشه ها لاله گوششان می‌رسید. این روایت صحیح و صریحی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم موهای سرشان را کوتاه می‌کردند. مگر شما از همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان ترید؟ می‌خواهید که سلیقه شخصی خودتان را بر جامعه و بر زنهای مسلمانان غالب بکنید؟ چون این چیزی از نظر شرعی جایز نیست. هر چیزی را که الله و رسول اعلام کردند که حرام هست، آمنا و سلمنا حرامه. اما هیچ کسی نمیتواند سلیقه شخصی خودش را بر دین و بر مردم غالب بکند و آن چیزی را که الله و رسول حرام نکردند کسی نمیتواند که آن را حرام بکند. اگر 2 ساعت مانده باشد به افطار پریود شده باشیم باید روزه را بشکنیم. روزه شکسته، روزه در واقع شکسته، لازم نیست که شما روزه رو بشکنید، روزه خود به خود در واقع شکسته. و یکی از شرایط به اصطلاح صحت روزه این هست که قبلا خدمت شما عزیزان بیان کردم، یکی از شرایطش این است که زن در زمان عادت ماهیانه و نفاس نباشد. یعنی این که اگر زنی در زمان عادت ماهیانه یا نفاس روزه بگیرد روزش باطل هست، و اگر در وسط روز در هنگام روزه عادتش شروع شد یا مثلا وضع حمل کرد، اون روزه خود به خود شکسته و اون روز رو باید دوباره روزش را قضایی بیاورند. لباسی که با سگ تماس داشته باشد آیا می شود با آن نماز خواند؟ بله می شود با آن نماز خواند. صرفا این که لباسی با سگی تماس پیدا کرده باشد، مثلا با به اصطلاح موی بدن سگ، این دلیل و نشانه نجس شدن نیست. این نشانه نجس شدن لباس نیست و لباس به این کیفیت نجس نمی شود. شما یک کسی مثلا دست زده بود به سگ یا اینکه از جای رد شد، مثلا سگی مثلا از کنارش رد شده به لباسش، مثلا با لباسش تماس داشته، با این لباس نجس نمی شود و شما می توانید که با این لباستون نماز بخوانید. آیا به ترتیب خواندن سوره های نماز در نماز مهم است؟ اولاتر و بهترین است که شما در نماز به همون ترتیبی که به اصطلاح هست بخوانید، به همین ترتیب سوره های قرآن که هست. اولاتر و بهترین است که به همین ترتیب بخوانید و معمولا رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به همین گونه به اصطلاح میخوندند. اما اگر یک جای مثلا فراموش کردید یا متوجه نبودید یا حتی اگر کسی عمدن هم این کار رو بکند، از نظر شرعی یعنی نمازش صحیح است و ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در یک رکعت نمازشون در نماز شبشون اول سوره بقره را خوندند، بعد از آن سوره نساء را خوندند و بعد از آن سوره آل عمران را خوندند. یعنی برعکس خوندند، یعنی ترتیب را مراعات نکردند. و ترتیب قرآن به این کیفیتی که الان وجود دارد این توقیفی نیست، یعنی اجتهاد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، پس بنابراین اشکالی ندارد. اما اولاتر و بهتر این هست که همین ترتیبی که وجود دارد به همین ترتیب بخوانید، این اولاتر و بهتر هست. وقتی داریم میمیریم توبه کنیم قبول است؟ نه، وقتی که انسان دارد میمیرد قبول بکند این توبه خالصانه نیست. وقتی که الان یک کسی مرگ رو با چشم خودش دیده، در بستر مرگ افتاده، قبلش اصلا یاد توبه نبوده، الان که مرگش فرا رسیده میگه که مثل فرعون میگه که من الان دیگه ایمان آوردم و الان توبه کردم، چون این توبه جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال توبه انسان رو قبول میکند ما لم یغرغر، تا زمانی که به اصطلاح روحش به حلقوم نرسیده، به غرغره نیفتاده باشد. تا اون زمان
انسان اگر توبه بکند الله متعال توبهش را میپذیرد. به این معنی که توبه به اصطلاح اضطراری و اجباری قبول نیست. توبه قبول هست که انسان خودش به خاطر ترسی از الله متعال توبه کرده باشد از گناهانش، بخواهد که بعد از این دیگه جبران بکند. اما اصلا در فکر به اصطلاح طاعت نیست، اصلا در فکر دینداری نیست، به محض این که الان مرگش فرا رسید به اصطلاح در اون لحظه الله متعال توبه را قبول نمی کند. پایان توبه زمانی هست که چند مورد ذکر شده در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله فرمودند که الله متعال توبه انسان را میپذیرد تا زمانی که آفتاب از مغرب طلوع نکرده باشد که یکی از علامت‌های بزرگ یا بزرگترین علامت قیامت هست. تا زمانی که وقوع قیامت قطعی نشده هر کسی توبه بکنه در واقع توبهش قبول می شود و برای این یک علامت کلی و عمومی هست و علامت خصوصی برای هر فردی که قیامت شروع می شود همین مردن هست. تا زمانی که انسان به غرغره نیفتاده و روحش در حالت به اصطلاح نزع و کشیده شدن قرار نگرفته باشد اگر توبه بکنه توبهش قبول هست و در اون لحظه توبه قبول نیست. ببخشید استاد، تعیین جنسیت گناه دارد؟ نه، تعیین جنسیت از نظر شرعی گناهی ندارد، جایز هست که به هر روشی باشه که چه به صورت به اصطلاح این باشه که شما یک نظام دارویی مشخصی رو استفاده بکنید یا یک نظام غذایی و رژیم خاصی رو مراعات بکنید یا حتی اینکه به صورت تلقیح به اصطلاح مصنوعی، لقاح مصنوعی باشه که به اصطلاح تخمک و اسپرم به اصطلاح به گونه‌ای بارور بشه که به اصطلاح فرزند پسر باشه، از نظر شرعی در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد و کاملا جایز است. اصول دین چند تاست؟ ما دو نوع اصول داریم. یک سری اصولی داریم اصول اعتقادی و دیگری داریم اصول به اصطلاح عملی. اصول اعتقادی و اصول عملی. اصول اعتقادی اسلام 6 مورد هستند. اصول اعتقادیش 6 مورد هستند. ایمان آوردن به الله یعنی به یگانگی الله متعال و ایمان آوردن به فرشتگان، به پیامبران الهی، به کتاب‌های آسمانی و ایمان آوردن به قیامت، بهشت و جهنم و ایمان آوردن به تقدیر. این 6 مورد جز اصول ایمان هستند. در روایت معروف جبرئیل علیه السلام که اومده بود برای این که اصول دین را به مسلمانان بیاموزد و تعلیم بدهد، آمد از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد که اخبرنی عن الایمان، یا رسول الله ایمان رو برای من تعریف کن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ایمان یعنی این که الله را، فرشتگان را، کتاب پیامبران را، کتاب‌های آسمانی را، بهشت و جهنم و روز قیامت را و تقدیر را باور داشته باشی. این می شود اصول ایمان. و اصول اسلام یعنی اصول عملی دین 5 مورد هستند. اول شهادتین هست که اینم عملی هست، یعنی گفتن به اصطلاح شهادتین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این شهادتین هست و بعد از آن نماز و زکات و حج و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان. این 5 مورد اصول عملی اسلام هستند و 6 مورد اولی که عرض کردم اینها اصول اعتقادی دین هستند. بیشتر سوالاتی هم که دوستان میپرسن همشون پاسخ دادیم، در پیج هست. دوستان زحمتی بکشن در پیج نگاه بکنند، اگر سوالشون نبود بعداً بنده در خدمتشون هستم. آیا کسی که زنده است اموالش را بین فرزندان به عنوان میراث تقسیم کند گناهکار است؟
نه گناهکار نیست. اگر کسی میداند که به اصطلاح اگر که بعد از این که وفات بکند فرزندانش به طور مثال دچار اختلاف میشوند، درگیری میشه، احتمال داره که از همدیگر ناراحت بشند، از همدیگر قهر بشند، اموال خودش را در حیات خودش در میان فرزندانش تقسیم بکند، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و از نظر شرعی کاملا جایز هست. چه اینو به اصطلاح بر اساس همون سهمیه میراث به اصطلاح تقسیم بکند، یا این که اونها را هدیه بدهد بر اساس نیازشان. اگر به یکی کمی کمتر داد، یکی مثلا وضعش خوبه یه مقدار کمتر داد با رضایت خودش، و دیگری به برادر و خواهر دیگری که نیاز بیشتری داره به اون مثلا یک کمی بیشتر داد، این از نظر شرعی با رضایت اشکالی نداره. منتها انسان باید سعی بکنه که برای هبه دادن حتما مراعات بکنه، این عدالت را مراعات بکنه. این گونه نباشه که به یک فرزندی به اصطلاح مال و ثروتی هدیه بدهد و فرزند دیگر رو، ولو این که فرزندی باشه که به اصطلاح به قول معروف نافرمان باشه، صالح نباشه، و فرزندش از به هر صورت سعی بکنید که این عدالت رو در میان فرزندان خودتون در هبه دادن مراعات بکنید. اسپری تنگی نفس روزه را باطل می کند؟ نه، اسپری تنگی نفس روزه را باطل نمی کند. این در به معنی خوردن و نوشیدن نیست، بلکه یک نوع اضطرار و مجبوری و ضرورت هست. به اندازه ضرورت این جایز هست و به معده نمی رود و از نظر شرعی هم جز شکننده های روزه حساب نمی شد. بیشتر علما خصوصا در کشورهای عربی نظرشون بر این است و کارشناسانی که به اصطلاح با مباحث طبی هم سر و کار دارند نظرشون بر این است که این جز شکننده های روزه محسوب نمی شود. حکم خون شدن دندان چگونه است؟ آیا روزه باطل می شود؟ نه، روزه باطل نمی شود. اگر کسی متوجه شد مثلا که دندانش خون آمده، خون رو مثلا بیرون انداخت، روزش باطل نیست. و اگر هم متوجه نشده بود، همراه با مثلا آب و بزاق دهانش مثلا چیزی فرو رفته بود، یا مثلا متوجه نبود خون فرو برده بود، در این صورت هم روزش باطل نیست. اما وقتی که متوجه شد حتما اونو باید به اصطلاح بیرون بیاندازد که اونو فرو نبرد. چرا باید دست بسته نماز خواند؟ بستن دسته ها در هنگام نماز سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی که نماز می‌خواندند دسته هایش را می‌بستند و یکی از سنت های عملی نماز هست. اهل سنت و الجماعت معتقد بر این هستند که این جزء سنت ها هست، به این معنی که اگر کسی بنابر دلیلی دستش را نبست، دستش را باز گذاشت و یا اینکه نتوانست، نمازش از نظر شرعی اشکالی نداره و کاملا صحیح است. آیا گرفتن موهای صورت و ابرو در ماه رمضان گناه است؟ اصلاح صورت اشکالی ندارد. گرفتن موهای صورت یا بدن در ماه رمضان هیچ گونه اشکالی ندارد، اما گرفتن موی ابرو به گونه ای که به اصطلاح ابرو را مثلا شکل و مدل خاصی بدهید، این جز مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن منع فرمودند. اما صرفا گرفتن موی صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. غسل حیض حتما باید قبل از غروب آفتاب صورت بگیرد؟ نه، لازم نیست که حتما قبل از غروب آفتاب باشد. بعضی از مردم توهم دارند که اگر غسل در شب باشه یا بعد از مغرب باشه نمیدونم مشکلی داره و نمیدونم یا بد هست و بدشگونی داره. نه، هیچ گونه اشکالی نداره. و برای کسی که مطمئن شده که عادت ماهیانش تمام شده، هر وقتی که تونست در عصر وقت برود غسل بکند. چه قبل از مغرب فرصت کرد برود، نشد بعد از مغرب مثلا برود غسل بکند، هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. زکات به پدر شوهر و
نوه به پدر بزرگ میرسد. زکات دادن به پدر شوهر میرسد. زکات دادن به پدر شوهر از نظر شرعی اشکال نداره، حتی به خود شوهر هم میرسه. زکات دادن به شوهری که فقیر باشد، بازم این میتواند که زن زکات خودش را به شوهرش بدهد، این اشکالی نداره. و به صورت کلی قاعده هست که زکات دادن به اصول و فروع و کسانی که زکات به اصطلاح خرج اونها برگردن شما لازم هست، زکات دادن به اونها لازم نیست. خرج زن و فرزند بر عهده پدر خانواده هست. پس بنابراین نمیتواند که زکاتش را به فرزندان خودش یا به زن خودش بدهد. در واقع داره یک سوء استفاده میکنه که هم خرجی داده و هم زکات را داده. یا مثلا فرزند نمیتونه به پدرش بدهد، زیرا که اگر پدر به اصطلاح شغلی نداره، هزینه و تامین زندگی پدر بر فرزند لازم هست. در این صورت که زکات رو به پدرش بدهد، در واقع هم زکات رو داده و هم خرجی رو داده، یعنی با یک تیر به قول مثال 2 تا گنجش رو زده. این از نظر شرعی جایز نیست. اما غیر از این، در مواردی که به اصطلاح تامین هزینه زندگی یک فردی برگردن شما لازم نیست، می توانید که زکات رو به اون بدهید. به طور مثال خواهر میتونه زکات خودش رو به برادر یا خواهر خودش که مثلا فقیر هست بدهد، هیچ گونه اشکالی نداره. زن میتواند که زکات خودش را به شوهرش بدهد یا به برادر شوهرش بدهد، به پدر شوهرش بدهد، اینا هیچ گونه اشکالی نداره. و زکات دادن به خویشاوندان نزدیک ثوابش بیشتر هست. برخی از مردم تصور میکنند که نه، باید اینو به انسان غریبه داد. نه، این تصور اشتباهی است. شما اول در درجه اول زکات خودتان را به خویشاوندان فقیر خودتان بدهید، هم زکاتتان را دادید، ثواب زکات دارید، و هم این که ثواب صله رحم را دارید. 2 تا در واقع ثواب دارید در این زمینه. کسی داخل ماه رمضان قرص جلوگیری بخوره گناه دارد یا نه؟ نه، گناهی ندارد. استفاده کردن از قرصی که به اصطلاح عادت ماهیانه رو به تأخیر بیاندازد از نظر شرعی در اصل ممنوعیتی ندارد، منتها به شرط این که ضرر و زیانی برای شما نداشته باشد. اگر برای شما ضرر و زیانی داشته باشد یا سبب می شود که به طور مثال عادت شما نامنظم باشد یا اینکه دیگه مشکلی برای شما پیش بیاد، اولاتر رو بهترین است این کار رو انجام ندهید. اولاتر رو بهترین است که همون چیزی رو که طبیعت بشری و فطری هست که الله متعال برای زنان قرار داده، به همون راضی باشید و الله متعال ثواب روزه رو به شما میدهد. از ثواب شما انشاءالله چیزی کاسته نمی شود. اما بالفرض اگر خانومی این کار رو انجام داد، قرصی دارویی استفاده کرد و عادت ماهیانش به تأخیر افتاد، روزه گرفت، گناهی برگردنش نیست و روزش کاملا صحیح است و قضایی هم بر اون لازم نمی شود. آمپول زدن باعث باطل شدن روزه می شود؟ نه، آمپول زدن، آمپولی که مغذی نیست، جایگزین آب و غذا یا تأمین کننده آب بدن نیست، از نظر شرعی اشکالی ندارد و جز شکننده‌های روزه شمرده نمی شود. آیا درست از زن و شوهر در شب‌های ماه مبارک رابطه داشته باشند و صبح غسل بگیرند؟ روزه درست هست یا نه؟ بله، هیچ گونه اشکالی نداره. در شب‌های ماه مبارک رمضان هم بستری جایز هست و اگر شب یعنی قبل از فجر و قبل از سحری نتونستند که روزه بگیرند، به اصطلاح غسل بکنند، هیچ اشکالی نداره. می توانند در حالت جنابت سحری بخورند، اشکالی ندارد. بعد از اینکه اذان گفت، بعد از آن غسل بکنند و نماز خودشان را بخوانند و روزهشون هم کاملا صحیح است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به همین مقدار کفایت میکنیم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.